کشورهای حاشیه خلیج فارس سلاح زیادی رو از آمریکا خریدن، تقریبا سیستم دفاع هوایی اونها متکی به آمریکا هستن. با این اتفاقهایی که افتاده واقعا اگر تنشی بین اونها و اسرائیل بالا بگیره میتونن روی امکانات دفاعی خودشون حساب کنن؟ نه خیلی، برای اینکه تمام این کشورها به نوعی ساختارشون طوری شکل گرفته که عملاً به خاطر اینکه آمریکا اینجا پایگاه‌های بزرگی رو، یعنی توی این منطقه بیشتر این کشورها پایگاه‌های بزرگی رو داره، خیلی چیزها هم در کنترل اونهاست. خیلی از تجهیزاتی که آمریکا در اختیار این کشورها قرار میده، از جمله مثلا در عراق رو، من این رو دیگه تایید شده از مقامات نظامی شنیدم که بعضی از دستگاه‌های ضد هوایی هم که گرفته بودن عملاً کد داره و این کدها رو اگه نداشته باشن ارتش عراق نمیتونه از اونها استفاده بکنه. ظاهرا در عربستان سعودی دقیقاً یه همچین شرایط مشابهی وجود داره و ما میدونیم که عملاً موشک‌هایی هم که از جت‌های اسرائیلی شلیک شده از آسمان عربستان سعودی هم عبور کرده، اما حتی یک دونه گلوله از طرف ضد هوایی‌های آمریکا هم شلیک نشده و ضد هوایی‌های عربستان سعودی هم فعال نشده. چرا؟ چون به خاطر اینکه بخشی از این رادارهاشون هم حتی وابسته و تحت کنترل، تحت نظارت آمریکا هستند.